الحمدلله که پیغمبر آمد ما در نماز تعلیم داد. این نماز گناه های ما رو میشوه، این نماز بدن ما رو پاک میکنه، این نماز ما را بنده شایسته خدا میکنه. این سر را که میگیری برابر دی بجوله که پا میکنی، این سری بلند میگیریم برابر دی پنجه پا میکنیم، این سری بلند میگیریم برابر دی بجولکا میکنیم، در پیش او تواضع خاکساری میکنیم. رسول اکرم گو یگان حالت نیست که بنده مثل سجده به خدا نزدیک باشه، یگان حالت نیست. حتی پرده ها برداشته میشوند، چی دعایی که کنن قبول ای. هزار بار شکر به این رسول اکرم که ما را اهل نماز کرد. ما نماز خوان شدیم، ما نماز یاد گرفتیم، ما به این نماز گناه هامون علاو میزنیم، ما به این نماز آخرت من آباد میکنیم، ما به این نماز جهنم میترسانیم، ما به این نماز مشکلات ما به خدا میگیم. چگونه ای که شریعت این یک منحل منحل گفته اصلا در کتابای اصول نهر یا کانال میگن، نهر یا کانال. پیغمبر آمدن کانال کندن برای ما و شما دادن، آب او کانال حکم خدا ہے. هر کسی که از این کانال نوشید و باغداری کرد و زراعتداری کرد، خیلی زراعتاش آب خورد و حاصل داد. شما اگر دیدگی باشه در هر جایی که آب نزدیک حاصل خوبه، در هر جایی که آب نیست حاصل هم نیست. آدمی به شریعت این همون زراعت به حاصله. معنی شریعت چی بوده؟ منحل، آب، آبیاری. برای هر یکی ما آب در کاره یا نه؟ در زراعت های ما آب در کاره یا نه؟ در باغای ما آب در کاره یا نه؟ خداوند در سوره فتح امت پیغمبر زراعت سرحاصل میگه. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع میگه، مثل زراعت هم میگه. داستان اینها در تورات آمدگی های، داستان اینها در انجیل آمدگی های. اینا رنگ زراعت سرحاصل هم. الله اکبر. اگر زراعت های سرحاصل بینید خیلی سیاه و کبود شده میخیزن و در اطراف اونها میگه با دو زراعت دیگر هسته که و حاصل ندارن. اونا میبینن این امت میگه حاصل چه، حیران میشه که نیروی اینا کجا های، قوت اینا کجا های. نیروی ما، قوت ما، پنجزنی ما، بزرگی ما در اطاعت شریعت پیغمبر های. همین قدر ما شریعت دار شویم، همون قدر دنیا برای ما کشاد میشود. همین قدر ما به شریعت شویم، همین قدر دنیا برای ما تنگ میشود. این از زیاد نبروره. بزرگی آدم ها در شریعت شونه. کسی دینش فروشه، کسی شریعتش خار کنه، کسی کتابش خار کنه، کسی پیغمبرش خار کنه و هیچی نمیشه قسم به خدا. برای همین کزر اینا میگن زراعت هم. شریعت این آب زراعت هم. همین قدر بینین که آدمایی که در آب نزدیکن چقدر حولیاشون خوشرو هست. شریعت نزدیک شدن در کاره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسند، به حضرت در جواب میگن که حیات لکما دلیل و برهان و شریعت. زندگی من هم حجت تونه، هم دلیل تونه، هم شریعت تونه. همین شریعت زندگی رسول اکرم بوده. میگن گو شریعت آدم میزنه، همین زندگی رسول اکرم نکنی خور و ذلیل میشی. و موتی گفتم مردنی من شما مردنی آزاد نگویه که من مردگیم. شما گمان نکنه مرگی من مرگی ساده نگیره. گفتم مرگی من همینه که هر یکی شما را اعمالاتون من آورده میگم. این حدیث صحیحه. شما گمان نکنه که من مرگی ساده دارم. هر یکی شما را هر بگه جمعه ملائکه وظیفه داره که صلوات و اعمال شما را مده میرسونه. این همینه دلیل شرع. انا این ساعت ها اگر خبر برم پیغمبر الله برای انا امین صلوات رسول اکرم چیزی بزرگه.
و ابن عباس رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عباس روایت بود است که خدا از این پسر عمک رسول اکرم راضی شد و گفت قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودن لعباسین، برای پدرم پیغمبر فرمودن یا عباسو یا عماهو الا اعطیک، ای عباس ای عمکی آگاه باش، من ترا یک چیز خوب میگم، گویم تا یک کاری بزرگ گویم تا که او را دوست داری، یک کاری گاو زنم تا که بهترین خصلت باشه، یک کاری گاو زنم تا که خدا اول و آخر گناه ها تا گذره، گناه های پیشتره و ناپیدا تا گذره، گناه های خطا تا و قصدی تا گذره، گناه های خرد و گناه های بزرگ تا گذره، گناه های پنهان تا و گناه های آشکار تا گذره. همین خبرت کنم عباس امکی یا نه؟ بلا یا رسول الله، بله گفت ای فرستاده خدا. گفت چیه او؟ گو ان تصلی 4 رکعات، 4 رکعت نماز نیت کن، تقرأ فی کل رکعت بفاتحة الکتاب و سورة، در هر یک رکعتش الحمد با ضم سوره خوان. فاذا فرغت من القراءة فی اول رکعت، هر وقت قرائت در اولین رکعت اگر تو تمام کردی گو که راستا ایستادگی سبحان الله والحمد لله والله اکبر 15 مرة، 15 بار همین کلمه را گو. بعد از آن رکوع کن همین گو. بعد از اون ای رکوع که میخیزی 10 بار همین کلمه را گو. بعد از اون سر تمه برداری ای رکوع 10 بار دیگر گو. در رکوع 10 تا، سر تمه برداری 10 تا و 15 دقیقه مجموعاً 35 تا. بعد از اون سجده میری، وقتی که سر تا خم میکنی 10 بار در سجده گو بعد سبحان ربی الاعلی. سر تا بردار ای سجده با 10 بار دیگر گو، با دوباره سجده کن با 10 بار دیگر گو. بعد از اون سر تا بردار ای سجده 10 بار گو، مجموعاً 75 بار میشود در هر یک رکعت. هر یک رکعت در انامین 4 رکعت انامین عمل دوام ته. این استطاعت ان تصلیها فی کل یوم مرة فافعل. اگر یک هفته ده، اگر هر روز میتونی همین نماز یک بار خوان. فإن لم تستطع، اگر قادر نیستی هر روز گو اقلا هر جمعه خوان. اگر ایدم قادر نیستی گو یک ماده یک بار خوان. فإن لم تفعل، اگر یک ماده خونه میتونی 1 سال ده خوان. اگر همین هم نمیتونی گو در عمر دی 1 بار خوان، یگان گناهی تو نمیمونه. ایرا نماز تسبیح میگم. اگر همین گو کوشش هم کنی در عمر دی 1 بار خوان. رواه ابو داود و ابن ماجه و ابن خزیمه فی صحیحه. انا من امام روایت کردن این حدیثه. و قد روی عن جماعت باسانید اصحها و احسنها هذا. با دیگر علما و دیگر محدثا با از این روایت بقوتر آوردن که امام طبرانی گفته هر وقتا که همین کار کردی بعد التحیات یگام صلوات آلی نخوانده گو اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى و اعمال اهل الیقین و مناصحة اهل التوبه و عزم اهل الصبر و جد اهل الخشیة و طلب اهل الرغبة و تعبد اهل الورع و عرفان اهل العلم حتى اخافك اللهم انی اسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى اعمل بطاعتك عملا استحيق به رضاك وحتى اناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى اخلص لك النصيحة حبا لك وحتى اتوكل عليك في الامور حسن ظن بك سبحان خالق النار. این دعا را کن، از تو یگان گناه نمیمانه مثل از مادر به دنیا آمدی. در یک روایت دیگر آمده است که بعد انامین التحیات این خان و صلوات را خان، شفاعت من حلال کردی امکی.
شفاعت من دستیاب کردی، شفاعت من میرسه تکه. اینه میگم برادرها، دعای نماز تسبیح اقلا هر انسانی همین نباشد یک سال یک بار خونه، هیچ گناهش نمیمونده. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من حافظین یرفعان الى الله عز وجل ما حفظا من لیل او نهار. پیغمبر فرمودند دو حالت اگر شما حفظ کنه خدا آبروی شما را میبرداره. گفتن چیست؟ گفتن اولی سحر که بامداد است، آخی اولی شب که خفتن است. شما دو حالت اگر خدا را یاد کنه و ذکر کنه و تسبیح گوه و دعا کنه، خدا ملائکه ها را راهی میکرده است، میگفت است که ای ملائکه چیه اونها چیکار کرده استیان؟ میگن پروردگار را اولی سحر قطعی اولی شب به خیر یاد کرده استیان، تو را یاد میکنم. اشهدکم، شما هم شاهد باشه ملائکه ها، انی قد غفرت لعبد ما بین طرفی صحیفتی، من از اول صبح تا اول شام، از اول شام تا صبح دیگر چه گناهی که میکنه همش عفو کردم. بعد نمازهای خفتن شیشتا تسبیح گوه، آیت الکرسی را خونه، چارخلا را خونیم، هممون دعا کنیم تا نماز بامداد تمام خطاگی را خدا عفو میکرده است. از بامداد کسی میکرده تا شام خطاگی را خدا عفو میکرده. اینا عفو الهی هست. وان ابی بکر رضی الله عنه، از حضرت ابوبکر روایت بود است که تک سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر را شنیدم که گفتن ما من رجل یذنب ذنبا، هر مرد گناه میکنه بعد از اون میخیزه طهارت میکنه، ثم یصلی، دو رکعت نماز میخونه، بعد از اون از خدا استغفار طلب میکنه، خدایا شرمنده‌ام، خدا که خطاگیش پاک میکنم که شاهد نداره قیامت دیگر هیچ نمیمونه، تازش میکنم در خطاگیش. بعد هر خطاگی کسی طهارت میکنه، دو رکعت نماز میخونده، خدا خطاگیش میبخشیده. برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که گناه کرده ته صدقه خطاگی را آتش میزنه. بعد از اون میگه حضرت این آیه را خواندن که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، سوره آل عمران. او کسایی که کاری فحشا و افلاس میکنن، در جاناشون ظلم میکنن، خدا را تیز به طهارت یاد کنن که گناهشون عفو شود. راضی شوید از آن قسمت و نصیبه که خدا در شما از رزق و روزی داده. شما اگر راضی باشه خدا شما را بای میکرده. زمانی صحابه همین بود، همشان از قسمتاشان راضی بودن، همشان از تقدیراشان نگاه راضی بودن. امروز ما از همین قسمتامون راضی نیستیم، برای انا همین زندگی ما تلخ قدر نیست. در تک یک دیوال یک پدر و مادر 13 کودک کلان کرد، از ما 2 کودک سریشش نمیریم. همین در تک یک دیوال قسم به خدا همین 50 سال پیش بینیم، در تک یک دیوال 2 خانه فقیری 13-15 کودک از آنو شو دادن، کلان کردن، یگان مشکلات نبود. آزی برای 2 کودک باور کنیم ما 6000 کیلومتر آمدگیم، برای آن که ما قسمتی دادگی خدا راضی نیستیم. مخی راضی که نمیشیم خدا ما را سرگردان میکنه. باید ما راضی باشیم ای قسمت. این همین روز 100 روبل هم کار میکنی راضی باش، 10,000 روبل هم کار میکنی راضی باش، 100,000 پول هم میکنی راضی باش. خداوند در بدنت یه نیرو میداده، تو میشیدی بای. بای همینه. بای کیست؟ بای کسی بود است که به قسمت خدا دادگی راضی بده. راضی باشیم، راضی باشیم. این همه دنیا عزیزا. و احسن جوار من جاورک تکن مؤمنا، هر کسی که همسایش حرمت کنه وای مسلمان بوده. کسی همسایش حرمت نمیکنه وای ایمانش کامل نیست. سیومین چیزی که در زمان صحابه بود میگن این همسایه دوستداری بود، که همسایه قسم به نام خدا یکی از واجبات ایمان این احترام همسایه. همسایه را دوست داره،
اگه همسایگی هم موزی به حد ضعیف شده، به حد. کسی که میگه اگر همسایه را احترام کنی تو دان که این احترام کنی تو، این همسایگی تو را میکنه مومن. تو مومنی. و احبب للناس ما تحب لنفسك تكن عدلا. هر چیزی را که برای خودت دوست میداری او را برای مردم دوست دار. تو میشه عادل. عادل که بدای دوست میداری مالت دزن، مولی مردک ندز. دوست میداری غیبت کنن تا مردک غیبت نکن. دوست میداری زنت نگاه کنن، نمیداری زنی مردک نگاه نکن. چیزی را برای خودت دوست میداری او را برای جمعیت دوست دار. چیزی را که برای خودت بد میبینی او را برای جمعیت بد بین. تو بدی در زمین عادل. عدالت همینه برادران. و اقلل الضحک. خنده را کم کنه گفته. خنده را کم کنه. فانه یمیت القلب کما یموت البدن. خنده قلب میکشته چخیل قلب بدن میکشته. من اگر قلب ای کار مونه بدن ای کار میمونه. خنده قلب میکشته. خنده بسیار. حتی در یک روایت صحیح آمدگی است که هر کسی که مردم به حزل و شوخی میخندانه، من حاضرم مقصد مرکزهای حزل و شوخی هستن، هزار مسخره باز صحنه میبره، روز قیامت اینا میمون میخستیان. حدیث صحیح هست. این خندین کمان و این جوروی شوخی کرکا و این دیگر چه تماشا میکنه میخندیم که برابرشان طبق حدیث رسول اکرم اینا فردا میمون میخستیان. اما میمون باز مهم با حضرت میگه در زمان صحابه خنده کم بود. اگر پیغمبر میخندی تبسم میکرد، زیرا که امتحانی موظبین ای منکر و نکیر حقه. پولیس را چی؟ ترازو چی؟ عزرائیل خدی روبرو آمدن چی؟ امام غزالی گفت است که از کتاب تورات و انجیل و زبور و تمام بزرگا قدی ششتم ای 400 استاد همین قولا را گوش کردم. از مردن تا لحد ماندن خدا 40 سوال میداده. هیچ کتالی او سوال را تیار نکنه چی نمیخندی. ای مردن تا لحد ماندن گفته 40 سوال خدا میداده. حال قیامت سوال سر نشده 7 سوال میداده. یکم میگفته عمری را که دادم در کجا صرفش کرده؟ این پول و مال را که دادم در کجا کسبش کرده؟ جوانی که دادم در کجا پیرش کرده؟ میپرسیده. ای همین مردن تا لحد 40 سوال بوده. ایره میگن عقبه های وزبین داریم در پیش. اول تلخی جان، دویم سلامت بردن ایمان. کی باور داره که سلامت میبره ایمان پرده خاکالی؟ در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک مسیحی بود، میگه از عربای بنی لخم بود. بعد اساسا شاه میشود. عربای بنی منذیر شاه میشود در عراق. بسیار شای کلام میشود. با موسم حج بوده. میبینه که پای یک اعرابی را میجقه، پاش یک اعرابی میجقه، یا بادیانشین. غرورش بلند دیگر می یک مش در دهن همون انسانی فقیر میزنه. پا ما جقه دی گفته خیلی شاه لبا میکفه. باید میشینه به خانه خدا علمش میکنه. میگه این زمان عدالت های، زمان عمر های. میپرسن که امیرالمومنین خیمش او بری کعبه زدگی های. میگه میرم شکایت به صاحبه که در دهن من به مش میزنه. میگه که حضرت عمر ششتگی میگه همین خیلی مرد همین خیلی قدای در کفت چپش خالی سبز داره. گفته میبیاین که این شاه بنی منذیر بوده، مسلمان شدگی، یکی از همون امیرای دور. و میگه همین نزدی؟ میگه بله. و میگه چی میخوایی؟ میگه خزد دهنم کفید. و حضرت میگه که دستات پایان کن. میگه یک مش در دهنت میزنه، قدشه میگیره، عدالت باید جاری شود. میگه بعد روز میگه خب پلوت میتم اینوت میتم که عربی اگر بوده روزی نمیشه. خب میگه فردا همین شب میگریزه میره حبشستان مسیحی میشود. به خاطر که هم مشمن میزنه بوده غرورش. همین شاه میگریزه امیر بود، امیر بنی منذیر. گریخته مسیحی میشود. در مسیحیت چی را قبول میکنه؟ در همون حبشستان میره مسیحی میشود. وقتی مسیحیت قبول میکنه، وقتی مسیحیت قبول کردن در آخری عمرش میشود. با آخری عمرش میشود میگه تنصرت فی آخر عمری، در آخر عمرم مسیحی شدم. کاش که میموندم همون اعرابی در سرم به شطه میزدم، من به ایمان میمردم.
خدای انامین برادر حال آخر عمره حالی با کاش که میگه همین کارا رو من نمیکردم، کاش که من همین کار، من ده ها پرتارگا میدانم که گریه کردم که من ایتنی کنی مردم جای نماز گرفتگیم، زار گریه کردم که خدا لعنت کنه همین کارشم همین وظیفه‌شم همین خیلی دور بود که من مردم ترابه خانی نموندم. این عاقبتش اومدم کو، ولی قسم به خدا همه اینو انگوش میگزم. این درگاه خدا های من ده ها پرتارگا خودم شاهیدم، پرتارگا رو کلانو میدونن کی بود. زار گریه کردم که ما واقعا جاهل بدیم، اگر همون وقت میمردیم ما به ایمان بدیم. برای همین انسان باید فکر کنه یک مراتبه چی ده میخندی ولی بلند خنده بلند قلب میکشته، ولی مسخره بازایی که در صحنه ما رو میخندانن که ما هم برابر دی و یا گناه میگیریم، برای شوخی نداره. جناب پیغمبر گفته بود که زمانی ما صحابه هاش و تابعین خنده را کم میکردن، زیرا که خنده قلب میکشه، چی گونه که قلب بدن میکشه. برای این برادرها خنده را کم کنیم، زیرا که ای پیش ما عقبه های وزبین داریم. و کان یقول، حضرت گفتن ایها الناس ای مردم انکم لا تنالون ما تحبون الا بترک ما تشتهون. ای مردم شما هیچی را صاحب نمیشه، او آرزو و حواساتان را صاحب نمیشه تا شهوت و کیف و صفا و افلاسی را بس نکنی، تا کیف و صفا را بس نکنی. این رمضان در امروز تا فرو رفتن آفتاب ما چند چی را بس میکنیم، با خدا میگه لعلکم تتقون، شما به تقوا میرسه. تا امروز گشنه و تشنه نمونی با اون درجه نمیرسی. امروز بسیاری چیار آدم ها دوست میدارن، اما برادرها او دا فقط چیکار میکنی؟ بس میکنی کیف و صفا را، بس میکنی کارای ناشایسته را، با اون درجه میرسی. ولا تدركون ما تعملون الا بصبر على ما تکرهون. شما یگان جا پروردگار ما را برای راست هدایت کن، این شبا را برای ما مبارک گردان، از آفت بلا کلفت ما را نگهبان باش، عاقبت کاری ما را به خیر گردان، این جمعیت ما را ایمانشان کامل، مشکلاتشان آسان، از آفت و بلاها نگهبانشان باش، اهل و عیال ما را برای راست هدایت کن، فرمان برداری و توفیق در اهل عیال ما نصیب گردان، ما را محتاج ناکس و نااصل نگردان. پروردگار قرآن حاکم دنیا گردان، سنت نظام دنیا گردان، نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام دنیا پرچمش بلند گردان. دشمنای اسلام لایق هدایت باشن هدایتشان کن، لایق هدایت نباشن سرنگونشان ساز. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. و عنایت و یاردم خدا من ای 604 صحیفه قرآن، من همگی 98 صحیفه دیگه مون هیچ، من قرآنم خلاص میشه استاد ساکر 98 صحیفه دیگه 4 بگرد تمام میشه. من انشاءالله که همش خدا ثواب نویسم. صفاتون راست گیره.